ببین این حرکت اول زاویه 63 درجه است. با نصف قلم میای جلو، دوباره پایین و جلو. همه این حرکت باید تحت شیب نوشته بشه. ببین اینجا موازی اینه، اینجا موازی اینه. یک نقطه هم اینجا جا میگیره. سر واو که نوشته از اینجا میره روی وحشی قلم، یک عرض میای پایین و ارسال میشه به جلو. اینجا یک عرض تا پاشنه، یک عرض از پاشنه تا اینجا. الف مایل به راست. بعد دقت کنید که اینا اندازه همه، فقط این بر یه ذره بالاتر. خب بر نوشتن بحر مثل یه. این حرکت اول اینه. امتداد بدیم اینا رو، اینجا یک نقطه جا میشه. تقریبا نیم عرض از اینجا میایم بالا، قلم قرار میدیم و دور میزنیم. میایم روی تیغه قلم و ارسال میکنیم. اینجا یک عرض میمونه، اینجا هم یک عرض. خب کلمه چشم از بالای الف، در این راستا. این حرکت اول چه؟ میزان شیبش حدودا نیم نقطه است و دو عرض قلم هم امتداد داره. اینجا یک چینگی براش درست میکنیم به عبارتی. این کرشمه اول یک عرض اینجا جا میشه. خب این یک دو، این ب، این هم سرکش. صعود اینجا دقت کن بیشتره. رفتیم بالا، رو خودش بر میگردیم. نقطه رو دقت کن. حالا قلم میچرخه، توی این دور میزنیم به این شکل. قوسی که اینجا ایجاد میشه بالاتر از خط زمین است. حالا قلم رو به تیغه میگیریم و میایم پایین. دال این بالا می‌نویسیم. خب این کافه که نوشتیم مثل یه الفه، بعد این بر رو بهش وصل میکنیم. اینجا باز راستای این، ببینید راستای سرکش. جیم، اینجا جیم با این فرق میکنه. این کشیده تره، این یک عرضه کوتاه‌تره، ولی همین فاصله رو دوباره داریم. از زیر یک عرض به واو وصل میشه، نه در یک راستا. خب یه حرکت اول اینجا یک عرض قلم جا میشه. حرکت دوم دوباره اینجا یک نقطه فاصله، اینجا یک نقطه پایین تر. از پشت این میگیریم و شروع میکنیم به دور زدن. میایم بالا تا یک نقطه مونده بیم. این دهانه هم میشه یک کنیم. حالا میرون سراغ نقطه ها. برو از بحر او چشمینید به سمت پایین، از اینجا به سمت بالا. پس نقطه جو باز بالاتره و این نقطه ها هم سعی میکنیم روبروی هم. نقطه این، خب این شروع یک او مثلا بذاریم برای شروع سطر، پایین خیلی دیده نشه. یه مثلا سرکش هم اینجا میخواد. تمرین امروز.